سلام علیکم تان عزیز سلامت خانم باشین. فرزندانتان با مهر کلام کنین انشاءالله. پدر مادر ما با مهر کلام کردن و در پیششون برگشتیم به سوی آنها. و نسبت گوشت گوسفند نمیدونم روانی گوسفند آدم میگه که خورد فربه میشه. در اوله ما هیچ کس فربه نبود، نه پدرم نه مادرم نه خالم نه هیچ کس اونش فربه نبودن. لیکن اوله ما فربه هیچ کس نبود نیست و برادرام فربه نیستن و اپا خواهرم نیست. ولی ما پس نزدیک نداریم. این گپی دروغ است که گوسفند خوری فربه میشه، روانی گوسفند فربه میکنن. نه، پدری من این گوسفند گوشت ناز میدن. تماما شکم نداشتن پدر رحمتی من. پدری من وزن زیادی داشتن، شکم تماما نداشتن. 88 ساله شکم تماما نداشتن پدر رحمتی من. برای همین گپای دروغ باور کننده کار نیست. روغن گوسفند در زمستان اگر آب کرده تیم برای کودکان خوبه. یک قاشق میده برای کودکی تو 12 ساله، بعد از 12 ساله این قاشق کلونی چی میگن استالوی میتین مینوشن. بله من نمیگونم روغن گوسفند خوب است. گوسفند میگن که داخلنگی توبوار است. هم داخلنگی توبوار که است میباشد همون روغن گوشت گوسفند هم انسان رو در خانگی چی میکنه توبوار میکنه انشاءالله. برای همین گوشت گوسفند هم نکنین که مثلا که آدم فربه میکنه چی میکنن. آدمایی که فشار خونشون بلند است گوشت گوسفند نمیخورن برای که فشار میگه بلند میکنن. این هم نادرست است. لیکن آدم از خودش وابستگی دارد. من فکر شخصی من که گوشت گوسفند فشار بلند نباید کند. برای که ما در یک معرکه بودیم، یک زنک فشاری بلند داشت، گفتن که بیا خبرش نمیکنیم، میگیم که بسم الله گفته خیر. همون زنک بسم الله گفته خوردم شروع با گوشت گوسفند بود، فشارش بلند نشد. اینا من از تجربه از حیات خودم به شما میگم. چه که به بسم الله گفتم میخورن گو به شما ضرر نمیکنه ان شاء الله. کم و بیشش نه که میخوای بسیار خوردن همین که ضرر به هم ضرر داره، نه که به فقط به فشاری بلند. برای همین گوشت گوسفند به یگان چیز ضرر نداره. بله من از تجربه خودم میگم. لیکن فشاری بلند به بسم الله اگر شما طعام خوردنی باشید نخورید گوشت گوسفند که ضررتون میکنه. بسم الله قد اگر خوردنی باشید خورید. بسم الله میگن که بسم الله میگن در وقت طعام خوردن به نام الله تعالی که گفتیم که یگان چیز شما به شما ضرر نمیاره ان شاء الله. بله و نسبت مهر و محبت با میگم به شما که فرزندانتون با مهر و محبت کلام کنید. من دویم باید به شما میگم که حوزه اصل ما اصل بزشت است. مهر و محبت سخن گنده باید نگیم، با خوب بفهمونیم. بعد تلفن گفته بودن شما کودکاتون تلفن تا صنف 6 و 7 نشود یگان نمود تلفن نخرید. یگان نمودی تلفن بو خریدین بر نظارت کنید که تلفن تا ساعت 9 شب پس از ساعت بعد از ساعت 9 شب استفاده باید نبرن. بله تلفن هم تا صنف 6 7 نخرید. تماما یگان نمودی تلفن نخرید. پلنش تماما نخرید کودکاتون ده. این ویران میکنه عصبی کودک عصبی میشه. بگه پناه نمیفهمم چیزی که میگه چی گفتی نفهمیدم. نمیفهمم برای که معنی سرش تلفن ور میکند مونده میکند قبول نمیکنه دیگه. چی میگن خبرها رو میادرم شما.